کارمندان ملیسا در شهر خوجند نفران گمانبر به دزدی از 7 ترمینال پولگذرانی را بازداشت کردند. ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوق گفت برادران سیحون و عبدالمجید عبدالمنانوفا سال تولدش 1993 و 1999 و شریک آنها سوراب جورایف سال تولدش 2000 دوام ماه دکبر به واسطه اسباب میخکشی سرپوش 7 ترمینال در محله 13 18 20 و 28 خوجند را کشوده دستگاه پول قبول کنی کش کد این ترمینال ها را شکسته از 2760 تا 12000 سومانی پول را به یغما بردند. مثلا سنه 14 دکبر از ترمینال نزد مغازه دارو واقع در کوچه رفعت حاجی شهر خوجند گمانبر شده ها 7518 سومانی تصرف کرده دستگاه حساب و قبول پول مجموعاً 4953 سومانی ارزش داشته ترمینال را شکسته کارناشایی هم کردند. یا اینکه با همین شیوه در نزد مغازه صفیه واقع در محله 28 زیاده از 6000 سومانی تصرف و 4900 سومانی ضرر تکنیکی مال ملک رسانیدند. به ضد این سه نفر بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام دزدی پرونده جنایتی کشودند.